أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث. خدمت عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. بحث ما پیرامون ادب با الله سبحانه و تعالی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اسلام بر 5 چیز بنا شده. ارکان اسلام یا ستونهای اسلام که از آن جمله در روایت می آورد: بنی الاسلام علی 5: شهادة ان لا اله الا الله. یعنی رکن اساسی در اسلام، در دین، اینه که انسان الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بشناسد، الله سبحانه و تعالی را درست و صحیح معرفت حاصل کرده و او را عبادت نماید. حالا بحث ما پیرامون ادب با الله سبحانه و تعالی. چگونه یک انسان بنده مؤدب میشه به نزد الله سبحانه و تعالی؟ به اینه که باید انسان بفهمه و بدانه که خالقش کیست، رازقش کیست. الله خالق، الله رازق، الله مالک، الله مدبر. این صفات پروردگار عالم. الله سبحانه و تعالی من و تو را خلق کرده. الله سبحانه و تعالی برای من و تو روزی میده. الله سبحانه و تعالی در تمام امور ما تصرف داره. الله سبحانه و تعالی مالکه. الله سبحانه و تعالی مدبره. حالا ما اگر برویم صفتی که خاص به الله سبحانه و تعالی هست او را به غیر الله بدیم، آیا این از ادب بدور نیست؟ الله سبحانه و تعالی روزی برای ما داده. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که حلال المشکلات هست، رزاق هست. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که میفرمایه: و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هرچی از خدا طلب کنی الله میده. و آتاکم، میدهد برای شما، من کل ما سألتموه، هر چیزی که شما سوال کنید، هر چیزی که از الله بخواهید. الله برایتان همه نعمت داده، اما کسی میره به غیر نام الله قسم میخوره، کسی نظر به غیر الله میکنه، کسی میره کمک و استعانت از غیر خدا میطلبه، یک
پس اینها واقعا نمی شود گفت که این انسانهای با ادبی هستند. ادب اینه که با الله سبحانه و تعالی معرفت درست پیدا کردن. هدف از خلقت چیست؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس آفریده نشدن الا که مگر الله سبحانه و تعالی میگه مرا عبادت کنن، مرا بشناسن، مرا سجده کنن. پس باید ادب با الله سبحانه و تعالی را ما بفهمیم و بدانیم که چگونه با الله سبحانه و تعالی ما ادب داشته باشیم. ادب اول با الله سبحانه و تعالی اخلاص هست. اعمالی که انجام میدهیم خاص به خاطر پروردگار عالم باشه. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اخلاص، للهیت. نماز میخوانی به خاطر الله نماز بخوان، روزه میگیری به خاطر الله روزه بگیر، حج میری به خاطر الله حج برو، زکات میدی به خاطر الله زکات بدی، صدقه میدی به خاطر الله صدقه بده. حجاب میگیری تو خواهر مسلمان، حجابتون نباید ترس از شوهر باشه، حجابتون نباید ترس از پدر و برادر باشه، حجابتون نباید برای خود جنبه مد و اینها را داشته باشه. حجاب یک عبادت هست. حجاب میگیری به خاطر الله حجاب بگیر. این حق الله سبحانه و تعالی هست. اخلاص. الله سبحانه و تعالی به یگانگی بشناس و اعمال تو خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. به الله چیزی شریک نگیر، شریک نیار و اعمال تو و عبادت تو ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. سوم، بزرگی و عظمت الله را متوجه شو. ذات اقدس الهی ذاتیه که ذوالجلال والاکرام. عظمت پروردگار، بزرگی پروردگار را بفهم و بدان و متوجه باش. بعضی از انسانها نعوذ بالله ثم نعوذ بالله فکر میکنن که الله سبحانه و تعالی مثل فردی از افراد بشر که با اونها برخورد میکنن با الله چنین برخورد میکنن. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. ذات اقدس الهی ذاتیه که سیدنا نوح علیه السلام به قوم خود میگه ما لکم لا ترجون لله وقارا. چی شده شما را چی شده که عظمت خدا را فراموش کردید؟ ما لکم ترجون لله وقارا. چرا عظمت خدا را فراموش کردید؟ چرا خدا را با عظمت و بزرگی که داره نمیشناسید؟ و قد خلقکم اطوارا. و ذاتی که شما را خلق کرده، پروردگار ما ملک الملوک هست، پادشاه پادشاهان. این پادشاهای دنیا را که میبینید اینها همه بندگان الله سبحانه و تعالی هستند. الله سبحانه و تعالی مالک یوم الدین هست. الله سبحانه و تعالی مالک السماوات والارض هست. هو الغنی، الله غنی هست و نحن الفقراء. الله قوی هست و نحن الضعفاء. الله قویه، ما ضعیف هستیم. پس بناءً به اینه که باید عظمت پروردگار، از جمله ادب با الله سبحانه و تعالی عظمت پروردگار را دانستن. امام نووی رحمه الله در مقدمه شرح صحیح مسلم می نویسه که لیستحب لکاتب الحدیث اذا مر بذکر الله عز وجل ان یکتب عز وجل او سبحانه و تعالی. امام نووی می فرماید وقتی شما نام مبارک الله جل جلاله را به زبان می آورید، بگویید جل جلاله و عز شأنه
وقتی می نویسه کسی نام الله سبحانه و تعالی را باید به مقابل بنویسه عز وجل، باید بنویسه جل جلاله، باید بنویسه که سبحانه و تعالی. از جمله ادب با الله سبحانه و تعالی اینه که به نامهای الله سبحانه و تعالی کم و زیاد نکنه. اسماء پروردگار عالم، نامهای پروردگار عالم، الله سبحانه و تعالی نامهایش توقیفی هست. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، که اشاره می فرماید و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. در نامهای پروردگار اگر کم و اضاف شد، از پیش خود کسی با الله صفت ساخت، از پیش خود صفت کم کرد، نعوذ بالله بحث الحاد می آید. پس نامهای مبارک الله سبحانه و تعالی که برای ما بیان شده، آنچه را که الله سبحانه و تعالی بر نفس خود برای ما بیان کرده، ثابت کرده، و رسول صلی الله علیه و سلم صفات پروردگار عالم را برای ما بیان کردن، ما بدون چون و چرا او صفت را میپذیریم، بدون تأویل، بدون تعطیل، بدون تشبیه، بدون تمثیل. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این ادب با الله سبحانه و تعالی هست که هر صفتی که الله سبحانه و تعالی به خود گفته و رسول صلی الله علیه و سلم بیان فرموده ما قبول داریم، بدون اینکه ما به او تعویلی داشته باشیم، تعطیلی داشته باشیم، تشبیهی داشته باشیم و تمثیلی داشته باشیم. وقتی الله سبحانه و تعالی برای خود عین گفته ما میپذیریم، برای خود یدین گفته میپذیریم، برای خود ید گفته میپذیریم، چون این مسائل توقیفی هست که الله سبحانه و تعالی بیان فرموده. اما به این که چگونه کیفیتی رو نمیدانیم که ما بیاییم بفهمیم. عقل ما قاصر هست، کوتاه هست، ضعیف هست. عقل ما یک مخلوق هست، درباره خالق نمیتونه بالاخره با همه مسائل فکر کنه، با همه مسائل راه داشته باشه. به اینه که گفته شده ای بیرون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. یکی دیگر از جمله ادب با الله سبحانه و تعالی تسلیم به امر پروردگار عالم. وقتی که میشنوید که الله سبحانه و تعالی تو را به چنین چیزی امر کرده و از چنین چیزی منع کرده، در جواب چی میگویی؟ سمعنا و اطعنا. این از ادب با الله سبحانه و تعالی است. هفتم، به این که از جمله ادب با الله سبحانه و تعالی او را مراقب خود دانستن. در هر حال، در حالت سر، در حال پنهان و در حال آشکار، الله سبحانه و تعالی واقف هست، میداند و میبیند کجا هستی، کجا میری، چگونه اعمال را انجام میدی. پس حاضر و ناظر دانستن الله سبحانه و تعالی را بر تمام امور اعمال خود، این ادب با الله سبحانه و تعالی هست. و همچنین حفظ بیوت الله سبحانه و تعالی، یعنی مساجد، که این انشاءالله ادب یا آداب مساجد برنامه خاص هست که بیان میشه. فقط اشاره مختصر اینه که از جمله ادب با الله سبحانه و تعالی اینه که خانه الله سبحانه و تعالی باید حفظ بشه، نگهبانی بشه. ارتباط انسان باید با خانه الله سبحانه و تعالی باشه. و نکته اخیر اینه که تسلیم به قضا و قدر پروردگار عالم. چگونه ادب با الله سبحانه و تعالی میخوانیم ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبتی که آمد بر سر تو چی میگی؟ انا لله و انا الیه راجعون. وقتی مصیبت آمد انا لله و انا الیه راجعون، شکایت نداشته باش.
بندگان با ادب الله سبحانه و تعالی شکایت ندارن، شکایت نمی کنن، دعا می کنن، از الله سبحانه و تعالی طلب صبر، طلب استقامت. پس بناهن به قضا و قدر پروردگار عالم تسلیم شدن این نشانه ادب با الله سبحانه و تعالی هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر و این اصابته سراء فشکر فکان خیرا له و این اصابته ضراء فصبر فکان خیرا له. سبحان الله، امر مؤمن، کار مؤمن، رسول صلی الله علیه وسلم می فرمایند تعجب آور هست، انسان را تعجب وادار میکنه. به اینه که اگر مصیبتی رسید برای تو صبر میکنید، اگر نعمتی رسید شکر میکنید. به هر حال برای انسان مؤمن، انسانی که با الله سبحانه و تعالی میخواد که با ادب باشه، اینه که به قضا و قدر پروردگار عالم باید تسلیم شد. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده به این که ادب با الله سبحانه و تعالی را متوجه باشیم. توحید، این که او را بیگانگی بشناسیم، شریک قائل نشیم. دیگر این که در تمام اعمالی که انجام میدیم للهی باشه، خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. و دیگر این که اسماء و صفات پروردگار عالم کم اضاف نشه. الله سبحانه و تعالی وقتی برای ما صفتی بیان کرده از خود، رسول صلی الله علیه و سلم صفتی یا نامی از الله سبحانه و تعالی را بیان کردن، ما دیگه در او تعویلی هم نداریم، در او تعطیلی هم نیست. یعنی بدون تعویل، بدون تعطیل، بدون تشبیه، بدون تمثیل. چون آیه قرآن هست لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله سبحانه و تعالی همه ما را توفیق بده تا اینکه ادب با الله سبحانه و تعالی داشته باشیم. تمام اعمالی که انجام میدیم که به پیشگاه الله که قبول میشه باید دارای این دو شرط باشه. شرط اول اخلاص، یعنی خاص به خاطر الله. شرط دوم اینه که موافق و متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون آداب اسلامی هست که ادب با رسول صلی الله علیه و سلم. همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيام أحلى.